از لندن دارم این رو برای شما به میلان میفرستم. یاد اون کسایی که این وسایل رو نداشتن، بنابراین وقتی میخواستن از تهران به میلان یا به لندن پیام بفرستن باید از چند ماه قبلش نامه می نوشتن و مشکلات زیادی داشتن. همینقدر برای شما بگم که چیزی که میدونید در قدیم به خاطر اینکه تقویم رو ایرانی ها تقویم جلالی رو درست کرده بودند و به شرطی که شما بهتر خبر دارید در این زمینه، یعنی در شناخت نجوم و تطبیقش با گردش زمین و ماه، رسیده بودن به یک جای خوبی و قبل از بقیه کشورهای دنیا رسیده بودن. به همین جهت همین تقویمی که ما داریم که کاملا تطبیق داره با تقویم مسیحی ساخته اونهاست. از جمله چیزهای دیگه‌ای که این وسط پیدا کردن این بود که مناسبت‌هایی پیدا کنند در ارتباط با همین گردش افلاک که جشن بگیرند و در روزهای خالی بدون تلویزیون و بدون اینترنت و بدون وسایل دیگه رفت آمد و بنابراین روزهای مهجوری و تنهایی هست، خانواده دور هم جمع شن و یه سرمانی داشته باشن، جشن داشته باشن. اولین و بزرگترینش همون نوروزه که میدونید، 3 ماه دیگه. بعد از اون میشد اول ماه تابستان. تابستان خود به خود جشن نمیخواد، گرچه که قدیم میگن خردادگان بوده است، ولی به حال در دوره‌ای که ماها دیدیم این 50-60 ساله جشن نمیخواست، به خاطر اینکه خود به خود مدرسه داشت تموم میشد و خود به خود داشتیم میرفتیم تو تعطیلات. این خودش جشن دیگه، اصلا اینجا به حرفا نداره. بعد میرسید به اول مهر که سال نیمه میشد، یعنی اول پاییز، شروع دوره جدید، سال جدید هست. اگر قبول شده بودیم که بیشتر ما تا قبول میشدیم، سال نو، همکلاسی‌های نو، شاید مدرسه نو و مهمتر از همه لباس نو. بنابراین خودش این شادمانی کشف دنیای جدید، درس جدید و اینا رو داشت. بعد میرسیدیم به این جشنی که الان صحبت رو داریم میکنیم، یعنی امشب، یعنی یلدا، یعنی طولانی ترین شب سال، شبی که وصفش در ادبیات ایران خیلی اومده. معمولا شاعران بزرگ ایران وقتی که میخوان هجران رو، دوری از یار رو تشبیه کنند به یلدا تشبیه میکنند، یعنی طولانی است. ولی شاعر میگه که کوتاه میتونه باشه اگه امید به سال داشته باشه. تشبیه دیگه‌ای که تو ادبیات ایران خیلی هست برای این شب، گیسوی یاره. چون معمولا هم زنای شرقی موی سیاه شبق داشتن، بنابراین میشده که به شب تشبیهش کرد. شب اون موقع هم که ادیسون نیامده بوده، هنوز برق نبوده، بنابراین تاریک. بنابراین وقتی که دراز هست تشبیه اینه که گیسوی یار دراز. بعد در این شب دور هم جمع شدن هست و این شب دراز رو به بهانه اینکه میخوایم حالا شب دراز رو کوتاه کنیم، در حالی که با دیشبش 1 دقیقه با فرداش هم بیشتر از 1 دقیقه تفاوت نداره این سیاهی و تاریکیش، ولی به حال مناسبت دیگه قرارداد هست در همچین شبی دور هم دیگه جمع شیم. معمولا هوا سرد بود، معمولا شفاش نبود در قدیم الایام قبل از تاریخ، بنابراین میشستن دور کرسی و یه مقدار تنقلات درست میکردن، کمی میوه و از همه مهمتر حافظ. چرا؟ به خاطر اینکه مشخصه‌ای در حافظ هست که حالا بحثش باید از ادیب‌ها بپرسید. چرا؟ به خاطر اینکه او توانسته است که با بیرحمی زیاد شعرهای متوسط خودشو دور بریزه و بنابراین اونچه که برای ما باقی گذاشته انگار که یک گزیده‌ای است از غزل‌های او و در نتیجه به ما این امکان داده که بازش کنیم. این امکان رو سعدی بزرگوار یا مولانا یا منوچهری اینا ندارن. شما میتونید باز کنید و یه جایی بیادش که منظورتون نیست، ولی در حافظ هستی که این مشخصه دیگه است که خب خیلی فنیه بگذاریم. ولی حالا فرض کنید ما دور هم جمع شدیم. در خانده من کسی که من بهش خیلی مدیونم اسمش جمشید بود. او میشست و باز میکرد حافظ رو و عجیب این بودش که هر چند باری که اون شب اصرار میکردیم و میخوند و چه سالهای مختلف در این شب، همیشه شعرهای میمد مثل یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، امیدوار کننده، شادی دهنده. ما برامون اینطوری ثبت شده بود که همه اشعار حافظ اینطوریست، یا حافظ خیلی
ژنی و باهوش هست که تشخیص میده نیت ما رو و بنابراین پیام محبت آمیز بر ما میفرسته. بعد معلوم شدش که جمشید خان همون کلکی رو به ما میزنه که من الان به شما میزنم. ببینید آقا قصه چی میگه. میگه روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. اون همه ناز و تنعم که خزان میفرمود، یعنی پاییز که رفت، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. یعنی زمستانی که میاد مقدمه و آستانه بهار هست. دیدیم که باز حافظ حد زد که ما در روی چی داریم صحبت میکنیم و در چه شبی داریم این کار میکنیم. ولی منم همون کلک رو زدم، یعنی انگشتم لای حافظ گذاشتم و برای اون باز کردم. شب یلدا به شما بچه های میلان، ایرانی های مقیم میلان مبارک.